چلو رفتم راجع به پیپ گواردیولا داشتم میخوندم، خیلی جالب بود. میگفتش که موقعی که آقای گواردیولا تو اسپانیا داشت مربیگری میکرد، تیم ملی اسپانیا قهرمان جهان شد. کیو خوندی؟ چی؟ نفهمیدم. زنی داشت تو گوشم حامد حرف می‌زد. اسم یارو گفتی اسم کیو؟ گواردیولا. چی گفتی اسم کوچیک پیپ. چی؟ چیه؟ چی گفتی؟ نه بگو. پیپ. پیپونه که میکشن. چیه؟ پپ. باش. پپ من نمیگم بابا، من میگم پیپ گواردیولا. بعد گواردیولا هر صفحه فوتبالی یه مملکت رو عوض کنه. بعد آقای علیپر میگفت من اینو قبول ندارم. خب این که شما میگین علی من خودم تو اونی؟ تو تیمای پیپ همیشه کاپیتانشون کاپیتان بلک بوده. باش. تو نون تاپ دو. نه نونه رو بگو یه بار دیگه. نمیگم. خب بگو من نمیگم. ببین دکتر من به شما بی احترامی نمیگم. تو بی احترامی نونه چی گفتی؟ هیچی نمیگم. چیزی بلوکی؟ من هیچی نمیگم. نون بلوکی؟ نون بلوکی نداشتیم. آقا من هیچی. مگه با بلوک می‌خوردی تو میگی؟ نون بلوکی. اون نونو با دوغ همه خوردن. خدا. هیچی ندارم بگم. من هیچی تو هم نامهربونی، هم آفت جونی. آقا این الان هم قدرم ندونی، هم با دیگرونی. هم ساریان خوابش میاد. تو که چشمات پف خاصی داره. یاد اون آهنگه افتادم. میگه تو که چشمات خیلی قشنگه. تو که ببین یه چیزی ازت بپرسم. نباید بخونیم. نه خط نزدم. خط نزدید چرا اینجوری میخونید؟ من ببین من یه چیزی خوندی الان این شعر رو. تو که چشمات خیلی قشنگه. تو که چشمات کجا میشه دقیقاً؟ توکش. میگه توکه. میگه توکه چشمات. نمیگه توکه، میگه توکش. نگفته نوکش که، میگه توکش. میگه توکه چشمات کجا میشه؟ میشه اینجا توکش دیگه. من اصلا نمیگم. ببین تو چرا نمیدونی اینجا باشه توکش؟ شاید هم توکش تو باشه. بعد تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات از همه رنگه. میشه؟ نمیدونم. معلوم. بذار چیز عجیب‌تر همینجا بهتون بگم. همین نگاهی که از زمان فروید جدی شد که فوتبال رو اساساً از سنخ مقوله لذت جنسی میبینه. میگه چرا شما از فوتبال لذت میبرید؟ همونطور که لذت جنسی لذت داره، اینم عین همونه. از همون جنسه، از همون سنخه. آدم اول تعجب میکنه، میگه چجوری؟ بعد میگه یه مطالعه کردم، کشورهایی که آمار و نسبت شهوت جنسی توشون بالاتر فوتبال بهتری دارن. مثل برزیل، بعد آرژانتین. میگه دو منطقه تو دنیا هستن خیلی معروفن. این داستانهای من هیچ نظری ندارم دیگه راجع به والا دیگه به سوز پدر تجربه. برزیل برزیل یعنی به خاطر اینه. میگه کشورهای آمریکای جنوبی و کشورهای اروپایی به این حوزه معروفن. تو فوتبال هم همینها زبان زد. دکتر تایلند چرا اینقدر موفق؟ تایلند وارد کننده است. لطفاً اذیت هم نکن. حتما باید بیننده کامنت بذاره. علی انصاریان، مجید یاسر اذیت نکن. چقدر تو آدمه. چی؟ آدم چی؟ من به شما بی احترامی کردم. نه من به شما بی احترامی کردم. کتت پلنگیه. این پلنگیه. الانم که پلنگ زیاده. لباس میپوشی من به شما بی احترامی. آقا کامنت ها رو بخونیم. ما چند تا از کامنت هامون موند. چشاتم پلنگیه. آقا چشای بچه پلنگی. آقا این همه چی داره به من میگه. آقای جوادزاده کجاست؟ میاد مهدی کتش پلنگی نی؟ پلنگی چش قشنگه. برو. خب من اومدم سر بازی و سر کورنر عکس دارم باهاش. وقتی با بستر گاتوزو و مالدینی عکس دارم. بعد کورنر که زدن اومدم آقا گفتم مستر بازی تموم شد، تیشرت تو بده من. وسط بازی تو کورنر. فارسی و انگلیسی give me t-shirt thank you very very good all good بچه گیم بودی و اینا. ما بازی شروع شد 45 دقیقه تموم شد. به آقای پنجلی گفتم حاج آقا با اجازهتون. تا برگشتم دیگه مالدینی لخ از جلوم رد شد. گفتم هی مستر پاولو تیشرت give me cool. گفتی میدی به من؟ گفت نو. گفتم بابا به من قول دادی این خوب نی، به من گفتی give me تیشرت. گفت نو. گفتم خب کی گرفت؟ گفت فینیش. گفتم یس. گفت فینیش. گفتی پایان؟ گفتم پایان گرفت ازت.
دیدم تیشرتشو پایان رفت گرفت. بابک موسیقی هم گوش میدی ایرانی؟ آره مثلا گوگوش خیلی دوست دارم. نه سنتی سنتی آره بگیر بالا نه سنتی قبلش باید بهش بگید چی بگه. ما هم گوش میده دیگه نه ما شجریان گوش میدی؟ نه اونم نمیتونی بگی. مثلا آره شارم نظری، شهرام ناظری، شماعی زاده، شهرام ناظری. اما اصلا گوش ندادید حالا. ناظر رفت رو هوا. من عاشق فوتبالم، از آنالیزهای انصاریان نهایت استفاده رو میکنم بلکه یاد بگیرم و یه چیزی بشم. ان شاءالله که سعید جون فردیس، سعید جون امید خدا موفق میشی. پیرنش چرا اینجوری کردی مجید؟ 20 کلیپ ترانه‌هاتون خیلی خوبه، دستتون درد نکنه، واقعا خوبه. الان بریم ببینیم. همین الان به خاطر اینکه شما گفتی شماره 20 هم بود، نمره 20 کلاس رو می‌دارید. آها آقای اسمانی معذرت میخوام، اون یک چیزی هست. اون چقدرم جلف اون دو قلوها. بریم از آقای محمد اصفهانی کار بشینیم. استاد اصفهانی هم بچه محل منه، هم ماه منه، هم راه منه، هم مجید خوش اومدی. ترافیک بود داره. بریم شاید چه شبی شد، چه بازیایی بود. ببین به قول بزرگان، کلمات بزرگ، جملات بزرگان رو شنیدی که میگن این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل هر شب. آقا یه دقیقه اجازه بدی جان. یه دقیقه اجازه بدید. چی بزرگان چی میگی؟ به قول جملات بزرگان بفرمایید. میگه این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل هر شب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست. این چه یعنی چون داریم جمله‌ایه؟ میریم؟ این چه جمله‌ایه؟ الان میریم تصاویر زیبا ببینیم. یه تصاویر زیبا از کشور سوئیس ببینیم. کجا؟ بوله ببینیم. ما دیگه نمیای. یه بوله میریم برمیگم. تو رو خدا ما رو ببخشید. ما است که مردم از خوردن پاپ کورن لذت میبرن، اما بد نیست بدونید پاپ که کورن ایرانی چی میشه؟ آقا بریم یه برنامه دیگه ببینیم. جناب خان گفت، جناب خان گفت چی که مستونت بود. مجید جناب خان گفت دیگه، من رفتم تو برنامه‌اش دیگه. پاپ کورن میگفت چیز فیل. آقا اجازه بدیم بریم. آقا بریم. آقا داره قسم مادر میده. آقا برین. آقا اونو ببر اونور. به قول بزرگی که دوست داشتنی و همیشه هم دوست داشتنی خواهد ماند، میگه که این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته. من این نمیفهمم چه ما گوش میداریم و لذت میبردیم از این شعر. یه بار دیگه بگو آخرشو. این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنها. آقا خونه رو به جز معمار بنا کی میسازه؟ ولی با چوب نعنا ساخته بودن. البته میگن خیلی مستحکمه. اون موقع ما نمیدونستیم یعنی چی، همش گوش میده دیگه. الان فهمیدیم که خیلی حرف بوده. آره ما همیشه یادی کردیم از دوستانمون، کسایی که دوستشون داریم، تو قلب ما جا دارن. همیشه هم درباره‌شون صحبت کردیم. امشب هم میخوایم سخن بزرگان رو بگیم که خیلی طرفدار داشته. به قول یکی از بزرگامون که میگه به هنگام شنا مثل دست و پا چلفتی، به پا تو مسیر دهن کوزه نیفتی. این مالی کی بود؟ اما هستن. آقا میگن خداحافظی کنیم. آنالیز نمیخوای بذاریم صحبتش. من زودتر خداحافظی کنم چون ادامه پیدا کنه. امیدوارم فردا هم بیای. ایوانی دیگه داری. به قول بزرگمون که میگه امشو شویشه لیپک لیلی لوله، امشو شویشه یارم براز جونه.
بعد میگه ما سختم، ما برشتم، ما نوشتم که دیشو نومه نوشتم، آهای تاکسی بیا، شوفر برو، مال اندیمش کن. من هیچ حرفی ندارم دیگه برای این شعر. این مال کیه؟ مال عمو شهرامه. کدوم شهرام؟ اما آقایی که داور بود. کدوم داور؟ همون که میگفت کاپی نکنید. من خداحافظی میکنم، این برنامه رو میدم به علی انصاریان. میگه دکتر اینو شما شنیدی، همه بچه ها اینجا هم شنیدن. میگه تو کلاس درسی که معلمش تو بودی، الف اول و یا آخرش تو بودی، تو کلاس درس تو از امتحان نترسیدم، اونی که میترسیدم خود تو بودی. آخ که چه بد کردی، راه هم و صد کردی، شاگرد اول کلاس عشق رو رد کردی، پدر عشق بسوزه بسوزه که شدم به خاطرش با نمره 20 رفوزه. اینم از عمو شهرام شه که همش اینجوریه. رچیم شبتون بخیر. فکر کنم دیگه با وجود دکتر دیگه نیاید. دکتر خداحافظ. برو 17. چقدر خوب بود صحبتتون در مورد حرمت و قدیما و حرفا و عسل و دمتون گرم. عسل کی بود؟ من گفتم قدیما حرفا شیرین چون عسل بود. میون مردم این ضرب المثل بود، با یه گل بهار نمیشه بی وفا که یار نمیشه. اینو گفتم دیرو. چقدر آشنا نیست برا؟ خیلی آشنا. بگو یه بار دیگه بگو. یه طور خدا بریم بعدی بریم بعدی. قصه مارادونا رو میدونی؟ ولی نه اینی که مارادونا مریض شده بود رفته بود. میدونی که مارادونا چیز دیگه چیز میزنه. آره میگه که من مارادونا قوت. آقا بذار بگه. بگو. معتاد میشه میره ترک کنه. خب بعد میگه که من مارادونا هم. نه 6 7 تا وایساده. یکی میگه من هیتلرم، یکی میگه که من آفرین چه گوارا. آره یکی میگه من مارادونا که مارادونا میگه من مارادوناست. بعد همه بهش میخندن و اینو. بقیه‌شو میدونی چی شده؟ نه از همونجا از اون بیمارستان روانی میاد بیرون، دنبالش میره پیش پدرش. اون موقع پدرش داشته میمرده، بهش وصیت میکرده. نمیدونی بهش چوب میده میگه بهش کن. میدونستم یه داستانی ولی این داستان مارادونا رو من خیلی دوست داشتم شنیدم. این نه که چوب کامل خیلی باله. این کامل نوشته یکی به ما لیست عموهای علی رو میده. ما یه عمو حسن داشتیم، یه عمو شهرام داشتیم، یه عمو شهرام شه داریم، یه عمو آرش داره اضافه میشه. پیشاپیش اونایی که من میدونم از لابلای صحبت‌های علی فهمیدم نم پس نمیده که مثلا بگی میخواد چیکار کنه. عمو آرششو فهمیدم. ببین ما عمو شهرام شه داریم، عمو شهرام خالی داریم. آره نه در گوشم یه چیزی گفتم. یه دونه عمو آرش داریم، بعد کلن خود علی هم یه عمو حسین داره که همه عاشقشن.